غالبان دور جمهوریوی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است را اهل معارفچیان و پدر و مادران با صمیمیت خاص در نزد کاخ سوغدیان مرکز ولایت سوغد شهر خوجند استقبال نمودند. باید ابراز نمود که آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است سبقت به منفعت جامعه، دولت و ملت است. من غالب دور جمهوریوی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نمینتی ادبیات معاصر تاجیک می باشم. سراول مینتداری خود را با قلب سرشار از مهر و محبت به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت می رسانم که بهر صیقل دادن دانش جوانان، خوانندگان، قشر بزرگ و خرد جامعه این آزمون با نفوذ جمهوریوی را تشکیل نمودند. این آزمون باعث گردید که دوره به دوره نسل نوی که محبت به وطن، ارجگذاری به هویت ملی در وجودش است پیدا گردد. ضمن سخنرانی مسئولین ساحه معارف کلی اشتراکچیان را با این دستاورد بزرگ شادباش نموده تاکید کردند که با ابتکار اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 7 سال اینجانب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار گردیده شده است. راه اندازی آزمون مذکور برای با کتاب و کتابخوانی روی آوردن نمایندگان همه قشرهای جامعه تاجیکستان مساعدت نموده باعث بالا رفتن معنویات جامعه، ترغیب غایه‌های خودشناسی و وطندوستی، افتخار از فرهنگ غنی نیاگان و بالا رفتن افتخار ملی نسل نورس و جوان گردیده شده است. مورد به ذکر است که از ولایت سوغد در دور اول آزمون 70370 نفر، در دور دوم 19777 نفر، در دور سوم 1114 نفر و در دور چهارم 90 نفر اشتراک نمودند. در اساس نظامنامه آزمون از روی 4 نامیناسیا ادبیات کودکان نورسان و آثار شفاهی، ادبیات کلاسیکی تاجیک، ادبیات معاصر تاجیک و ادبیات جهان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار گردید. خوشبختانه در نتیجه جنبستی آزمون اشتراکچیان از ولایت سوغد در عموم 24 نفر از جمله 1 نفر برنده شاه جایزه از نامیناسی ادبیات معاصر تاجیک، 6 نفر سزاوار جای یکم، 10 نفر سزاوار جای دوم و 7 نفر سزاوار جای سوم گردیدند. من مینتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بیان می‌سازم که برای ما خوانندگان چنین آزمون‌های با نفوذ را تشکیل کردند و در این سمت ما را راهنمایی نمودند. من طول 2 سال است که در این آزمون با نفوذ اشتراک دارم. من از آثار نثری ادبیات معاصر تاجیک 20 رمان، 40 پوست، 115 حکایه، 6 آچر، 3 اثر یادداشتی و 3 اثر دراموی را از بر نمودم و از آثار نظمی باشد 137 غزل، 150 رباعی و 2 بیتی، 250 بیت داستان و 150 بیت از دیگر نفای شعر را از بر نمودم. واقعا امیدواری ما با یک روحیه قوی، با یک خاطره مستحکم، با قدم‌های استوار با آستانه آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب از قدم نهاد و شکرانه که صاحب شاه جایزه آزمون مذکور گردید. آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است انگیزه کتاب و کتابخوانی را در ذهن جوانان امروزی ما بیدار کرد و خودشناسی ملی را بار دیگر برای هر یک ساکن کشور پرزورتر نمود. فروغ آمدن توست صبح دانایی، چراغ‌های خرد به حساب روشن شد. دوباره بعد هزاران سکوت و تاریکی چراغ دهکده پیش کتاب روشن شد. ضمن صحبت اکثر اشتراکچیان آزمون مینتداری خود را به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بیان نمودند. زیرا محض با تشبث و دستگیری‌های پرزیدنت کشور نورسان و جوانان امکان پیدا کردند که در چنین آزمون‌ها اشتراک نموده دانش و مهارتشان را افزون گردانند. یادآور می‌شویم که آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است سال هفتم است تحت سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت نیروی ذهنی، دریافت چهره‌های نوی سخنور و سخندان، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودشناسی و خودآگاهی، تکمیل ذخیره لغوی و تقویت جهان معنوی در بین اهالی مملکت برگزار می‌گردد.